همراهان نازنینم سلام و وقت شما بخیر. همراه همکارا در نگین هرات در مسجد جامع بزرگ افغانستان و هرات قرار داریم و طبق معلوماتی که گرفتیم دفتر تیکا که از کشور دوست ترکیه برای پروژه بزرگ برای تهیه و جور کردن پارکی بزرگی از مسجد جامع روی دست گرفته و تقریبا مدتی میشه که روی از کار میکنن. میخوایم پارک در کل به تصویر بکشیم که چگونه یک نقشه داره و قراره که چگونه یک پارک شوه. همراه انجینر صاحبا، همراه استادایی که اینجا کار میکنن، همراه مردم صحبت های داشته باشیم و در کل این صحنه را به تصویر بکشین. همراه ما باشین. استادا دیگه در حال کار کردن و مقبول ساختن از پارکند و ما پیدا کنم یک انجینری را همراه صحبتی داشته باشم. میریم داخل پروژه ببینیم که ما اجازه بدن. طبقی که به تصویر میبینیم واقعا یک پارک بسیار مقبولی به سویه بین الملل قرار جور شده. بسیار یک پارک مقبولی از هر نگاهی. ما همراه یکی از دوستا صحبتی داشته باشم. سلام، وقت شما بخیر. علیکم سلام. چرا بخیرین؟ شکر خدا شما. ان شاء الله. ما به دنبال یک انجینر میگردم و با ما گفتن شما نه. دقیقاً. آها، اسم شما؟ نیرامد حکیمی هم سایت انجینر پروژه پارک مسجد جامع. خیلی عالی. خیلی خوب میشه که من سوالای اساسی خود از انجینر صاحب پرسان کنم. انجینر صاحب در کل پروژه مربوط کدام شرکته؟ این پروژه تمویل کننده از دفتر تیکای و اجرا کننده از شرکت ساختمانی دیارسازان می باشه. چقدر وقت میشه از شروع و افتتاح از پروژه تا کنون؟ از شروع حدوداً 3 ماه میشه که وارد ماه چهارمیم که انشالله بخیر در حال نهایی شدن یا ختم پروژه می باشیم. که خیلی خوب. یعنی چقدر چند فیصد کار پیش رفته؟ حدوداً بالای 90% کار از ختم شده و یک 10% یا بیشتر یا کمتر بمونده که بخیر تا حدوداً 10 روز یا احتمالاً 10 یا 15 روز بعد خلاص میشه. پس بیننده‌های عزیز، ما 10 الی 15 روز بعد شاهدی بالاخره به بهره برداری از این پارک هستیم و اگر شود من رو به تصویر میکشیم. انجینر صاحب، در کل چقدر پرسنل از انجینر گرفته تا مهندسا گرفته کسایی که اینجا کار میکنه، در کل چقدر پرسنل اینجا مصروفی کارن؟ اگر به طور اوسط بگیم بین 30 تا 40 نفر روزانه هم مشغول کار بودن که شامل کارگرای ماهر و غیر ماهر، انجینر و همه مشغول به این کار. حدوداً 30 نفر. ممنون شما. بخیر باشین. تشکر. همراهان عزیز با ما باشین. ما میبینم که یکی از استادا مهندسا دارن اینجا کار میکنن و ببینم که چی حسی دارن. سلام استاد، خوبین؟ زنده باشین. سلامت. چه حال؟ سلامتی شما. شکر خدا. سعادت خوب. چی تو با ظرافت کار میکنه؟ چیکار کنیم؟ این کار شما دقیقاً چیه؟ اسم از کار شما؟ سنگکاری هم استخراج مسجد جامع. چند وقت میشه؟ ما از افتتاح پروژه همینجا هستیم دیگه. حدوداً 2.5-3 ماه میشه. 2.5-3 ماه. بله. گذشته از کار، گذشته از این هنر زیبای شما، میخوایم یک سوال خاصی از شما داشته باشم. به عنوان یک شهروند، به عنوان یک افغان، وقتی چنین پیشرفتی میبینین چی حسی دارین؟ خوشحالیم دیگه از اینکه هر گوشه افغانستان ساخته بشه. حالا جای آباداتی باشه، شهرهای، پارک‌های صنعتی باشه، پارک‌هایی که مردم برن تفریح کنن، آدم خوشحال میشه. یک حس دیگه‌ای داره. مخصوصا باز مسجد جامع شریف که از 5مین مسجد جامع کلان دنیا همینطور که میگن هسته. یک افتخاره بریم ما که امروز این مسجد ما از این حالتی که بود به در شده. ما از مردم ترکیه هم سپاسگزاریم که همین کمک کردن، از شرکت‌های ساختمانی که همین اجرا کننده همین پروژه بودن، نهایت ظرافت کار رو به خرج دادن. خوشحالیم دیگه، همه مردم خوشحالن. ان شاءالله که بعد از اینکه پروژه تکمیل میشه در نگاه داشتن همین پروژه ان شاءالله سعیم باشن و کوشا باشن. ممنون بابت سخنان عالی شما. خدا قوت. بخیر باشید. وقت شما خوش. همراه باشید.
سلام کوکو جان، وقت بخیر. سلام علیکم. و علیکم سلام. مونده نباشین. بسیار خوش آمدین. خیر باشین، تشکر. سلامت باشین. چی حسی دارین در ارتباط به اینکه یک پارک بسیار زیبا و مقبول کشور دوست ما ترکیه همکاری کردن تا جور شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض و سلام و ادب داریم خدمت همشهریان عزیز بزرگ ما. یعنی اکنون شما سلام و تشکری هم به شما و دستاندرکارای شما که آمدیم از ما خبر گرفتیم. بنده مولوی محمد داود، مأمور حفظ مراقبت مسجد جامع بزرگ هرات. بسیار بسیار ما خوشحالیم. مدت شاید 1.5 ماه الی 2 ماه بشه که مؤسسه تیکا ترکیه بسیار تشکری میکنیم از اینا که پارک به همراه ما و جناب شیخ صاحب ولی صاحب آمدم اینجا افتتاح شد و شروع کردم و بسیار بسیار ما خوشحالیم. دیگه فعلا خود من به داخل این پارک چون این مسئولیت به دوشم هسته. داخل از این پارک هسته دیوانا هستم، بعضی انسانای هستم میگردن. دیگه ما مجبوریم حفظ و مراقبت وظیفه مونه، کنترل و مراقبت کنیم که بسیار زحمت کشیدم. بسیار یک سایه سبز، بسیار یک جای خوبی به خدمت ما و همشهریان عزیز ما در داخل مسجد جامع بزرگ هرات قرار دادم. بخیر باشین، تشکر. سلامت باشین. از لابلای گپای شما متوجه شدم که بی‌نهایت خوشحاله. بسیار بسیار خوشحال. اصلا من باید داخل مسجد جامع باشم، اطراف مسجد جامع اینا رو یک گشت میزنم. از بس که من خوشحالم باز میام داخل پارک اینجا به خدمت پارک و همشهریان عزیز خود. خداوند خوشحالی‌های همه ما شما تشکری میکنیم که آمدیم از ما خبر گرفتید. السلام علیکم. همراه باشین. خوبین؟ ساعت خوب؟ چیال داریم؟ بخیرین؟ ساعت خوبه؟ قربان شما، بخیر باشین. اسم شریف؟ اسم فواد نوری. باشو. باشندگان ولایت تهران. یکی یا دو تا؟ فعلا خو یکی دیگه. خب و شما؟ حمیدرضا نبیل، یک تن باشندگان شهر هرات. شما هم یک تنین؟ یک تن. من امید فروتنم، یک تن از دوستای شما. بخیر باشین. ما آمدیم داخل مسجد جامع و خصوصا برنامه ما در ارتباط به پارک که پروژه که توسط کشور دوست ترکیه حمایت میشه، خواست میره برای مردم به تصویر بکشیم و نظر شهروندارم بخوایم که چی حسی دارن، چی حال دارن وقتی داخل از مسجد میشن و میبینن که پروژه بی بزرگی و پارک بی مقبولی در حال تکمیل شدنه. چی حسی دارین؟ دیگه اس خوشحالیه دیگه وقتی که میبینیم کشور ما رو با بده مسجد جامع یکی از بزرگترین مسجدهای صد افغانستانه. بعضی اس خوبه داریم دیگه، اینجا پارک میشه، فضا سرسبز میشه دیگه. بعضی از این پارک میتونیم لذت ببریم، بعضی که نماز حکم الله جل جلاله رو ادا کنیم به این پارک میایم، به این سرسبزی میایم دیگه، خوشنودی میشه، اس خوبی آدم را آدم دست میده دیگه. معلوم میشه از ما گپ زدن شما معلوم میشه که اس خوبی دیگه. هنوز در حال کار دیگه، اس خوبی داریم دیگه، باز این کار به پایان میشه پایان که برسه ان شاء الله دیگه. کاین سرسبز که میشه باز دیگه راهگذار رو برای خود جذب میکنه. شما چی حسی دارید؟ حس واقعا خوشحالی از اینکه میبینیم پارک مسجد جامع در حال ساخت و سازه. خیلی کار نیکه، ما با فال نیک میگیریم و که کشور دوست ترکیه لطف کردن، زحمت کشیدن و سرمایه‌گذاری کردن برای پارک. واقعا خوشاینده از اینکه ببینیم وقتی که تکمیل شد اطفال میان برای بازی کرده، راهگذارا که تیر میشم، این فضای سرسبزی که میبینم همین که آباد شده واقعا حس خوبیه و جای قدر. همراهان عزیز، این بود گزارش ویژه ما. من دوست دارم کنار از جوانها برنامه خدا به اختتام برسانم. تا برنامه بعدی، گزارش بعدی، بدرود.